سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. دوباره برگشتیم به دنیای خوب مونتن بنلورد. بازی واقعا خوب و عالیه، واقعا بازی که خیلی آرزوشونه بازی کنم. بازی قشنگ دوباره امروز زبونم نمیچرخ. پرگرافیک یه دونه این سربازم بهم بده، پرگرافیک، پرجزئیات و خوب. پارت قبلی بچه‌ها عضو اگه یادم باشه بله با گاریوس صحبت کردیم، عضو چیز شدیم و مزدورش شدیم. تونستیم اینجا یک نمیدونم آره 2 بار به این شهرمون حمله کردن، مقاومت دادیم تو این شهر. اینجا هم باتانیا بهمون حمله کرد و تا کسلمون رو زده و این کسل هم در شروف زدنه. حرف خاصی نداریم، بریم سریعتر یه دفاع بندازیم. دفاع بندازیم. اگه یادم باشه این پارت باید بریم سراغ داستان دیگه. آره کجاست ایشون کجاست؟ بیوره. خب بذار بریم اول این داستان رو اوکی کنیم. ما که در صورت تا تیر 4 نشیم کار خاصی نمیتونیم بکنیم. خود نادیاست نه تجارت که نه، کدوم گزینه خدایا. و لفت دادم این خدایا، اشتباه دستم خود لفت دادم. باید بریم با گاریوس بکنم حرف بزنیم سر این داستان. گاریوس خوش آرمی داره، باید بریم سمت شمال. ارتشمون در چه وضعیتیه؟ آجی مود امپایر رو قطعا سری بعدی میرم خدایی. مود امپایر رو 8 تا سوار نظام، 33 تا کموندا، 15 تا خیلی بده وضعیت. تشم باید لیول 2 بشه. سکیلا هم تقریبا وضعیت خوبی داره. یه توهند خوب باید پیدا کنم برای خودم، یه توهند درست حسابی. آجی خب الان خفتت میکنه ناقص، نمیتونی کاروان بزنی نزن، کسی مجبورت نکرده خدا. آجی آرمون رو خفت کردم. آجی منو خفت کرد. آجی چند نفری؟ آجی دارن میزنن بریم کمک گارز. نه با خیلی سرباز جزئی ندارم، اون فرماندهامون رو بفرست برم. زندانیش بده به این والوتاش. چی داد؟ خوبی نداد. آرمی چی ساخته شد؟ آرمی 600 تایی. بریم تو با این جوین بدیم. میتونم با گاریوس حرف بزنم یا نه؟ بذار برم تو قلعه تلک جوین د آرمی که نه. پرابلم نادیا. بله بالاخره. بچه هم قد خوبه، قدش هم خوب. ازدواج. بله نادیا رو دیگه در نمره خودمان داریم. بریم ممبر. نادیا کجاست؟ نادیا هنوز آرمی داره. آرمیش فکر کنم هنوز اینجاست. آره آرمی نادیا باید پایین باشه. الان باید آرمیش دیسیبل باشه. یه فردا به آرمیمون میپیونده. آجی اینم خفتش کردم. آره این ووت چیز بود در بهار سال 85. زاد صداش 1008.
حاجی آربی خف کردن، بعدم خف کردن. بیا حاجی، بیا حاجی، حاجی بیا 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 حاجی، بیا عزیزم، بیا عزیزم، بیا. حاجی میخواید خفتش کنید یا نه؟ بله، بریم توی جنگ درست حسابی که جنگ واقعی. بچه خدایی نگاه کنید، 80 تا بازدید میخوره، خب بعدش 0 یا 1 لاک میشه. منطقی خدایی؟ نه منطقیه یا نه؟ خب 30 ثانیه اون صفحه را بده بالا، اون لایک تو خالی تو پرش کن، خیلی راحت، خیلی خوب. حاجی کماندارا رو بهمون میدن، فرمانده کماندارا رو بهمون میدن و اسکیل کماندارا هستم. هورسار چرا بهم بده؟ هورسار چه فالو می کیارا. حاجی دوتاشون که سربازا خودمم کنم، برادر ما یک فرمانده است. حاجی این کیه؟ حاجی از سربازا من نیست، چرا یه منه؟ حاجی سوار نظام ندارن، تاکتیک جنگل چینده. سوار نظامون چنا حاجی میخواد از ارتفاع استفاده کنه، ما باید بریم پایین، ما باید موزه پایین هورسار چرا نابود کن. با زدمش پول بک. حاجی سوار نظامو حاجی سوار نظامو چقدر بوتونی سوار نظام داره. یه جلو ببینم، یه جلو. آقا ناجوان مردی شد، آقا ناجوان مردیه. یا حسین بذارم فرار کنم. حاجی این دیگه، حاجی ارتشم به چوخه. یه جلو دیگه، چه ارتشم کامل به چوخ. اون همه سوار نظام داریم، بعد همینا نگه داشته اینجا. حاجی هنگ کمانداراشون رو باید به هم بیزن، کمانداراشون خیلی اذیت میکنن. یا سوار نظام اینا رو کدوم گوری نگه داشتید خدا وکیلی؟ نه به من بگی این همه سوار نظامه. بیا جلو عزیزم، بیا جلو. حاجی لگ شد بازی، لگ شد لگ شد لگ شد لگ شد لگ شد. لگ شد لگ شد. کجا سوار نظامش؟ حاجی اسب جون نداره، بودو. حاجی دمیجه که داد ریک بود. حاجی بیا 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 میگیرش عزیزم، بیا عزیزم بیا. ناموسن سرباز عربه کدوم قبرستونی آورد خدای راستشو بگی. سرباز عربه کجا آورد؟ حاجی مرد به اسبم خورد سقط شد. حاجی بیا عزیزم شل کن. حاجی 52 دمج. حاجی خدا شکر من کشته ندادم چون کمان داره ارتش من بیشتر. حاجی زود ول دادم. حاجی به اون میرسم، حاجی به اون میرسم. یک کوی حاجی چی بود رفت؟ حاجی چی بود رفت ناموسن یه لحظه. حاجی بذار به سوار نظامشو بکشم. یا حسین یا حسین
آجی چی شد؟ نفهمیدم. نصف ارتش ما فقط سوار نظام بود. بگونم جا عرب و امپای عوض شد. همه ارتش و پیاده سوار نظامه. آجی آزاد چطور برو، من مزدورم، نفوذم بهم نمیدن. آجی تو برو، اگه لیول آپ نمیشه من اینا بیارم جاشت دیگه. زندانی خوب بیا، حالا زندانی ها بیان. 5 تا لیول آپ داریم. لود دمیج موو تروپس. آجی بیا تو بگی تو چیزی نداری و یه دونه چیزم بهت بدم. یه اسبم بگیر تو. حالا زین نداریم. نه زین ندارم و بده بیاد. مسخره. Nadia join your party. Family one دایا. ولمون نمیکنه این صفحه جلوی. نعلم چی بود خواه. انجینیر ساکن اسکات کی قویه تو قبیله؟ سنم اسکات. برادرم اسکاتش خوب نیست. نادیا فرمانده بوده. دکتورینش رجی. تو رجی شاید آین رو هم برادر استدم. کیا بدیم بیرون؟ یک کمان داره بی خودیم. اینا بده بره. چی کسل رو بزنیم. امرو تیر دویم. کلنمون تیر دو میشه بالاخره. 40 تا سرباز دفاع گذاشته براش. خوبه. 40 تا بد نیست. چقدر استرنجه اون. باچه اینا دارن با وایکینگ ها می جنگن. وایکینگ ها هم از باید دو صورت می جنگن. نمیدونم چجور اینا به وایکینگ ها الان جنگ دادن یا نه. عرب ها با کوزیتان هم رفتن تو جنگ. منطقی سید. آجی خدا وکیلی 50 تا سرباز دارن بیریزیم تو. خدای داره رحم میسازه. خدایا برا 50 تا سرباز داره رحم میسازه. قاعد تک بدیم. آجی اینجور جا تو هند خوراکه. یه تو هند و داری همجوری. بازم اون لایکو بزن. خدایی بزن بچه ها. اون لایکو بزن. اون کامنتو بزن نامرد. خدایی بزن خدایی. بزن خدایی اون لایکشا دیگه. نام است. خب بازم همچنان کمان داره فقط بهمون میدم. کم آرت چرا بهمون میدم. آرتش اینجاست. آجی اینجاست. دایا کی بردش عادت ندارم. خیلی وقت خوب بازی نکرده بودم دیگه عادتم پریده. چی بنداز بریم بالا. بودو تو نیمدم. بودو چی بودو تو نیم. 54 تا بگیریم. رمم که ساختیم. 3 جناح کنم شباب. آجی
حاجی این نباید اینجوری میشد، نباید اینجوری میشد. جای کار مشکل داره حاجی. خدا اینو نگاه کن، میرن فقط اتک نمیدن. دروازه رایی که باز کنه که باز کرد باید. حاجی کستله بیشتر به درد دفاع میخوره، دفاعش واقعا عالیه. دفاع کستل واقعا عالیه، دفاعش لازم دفاع کستل واقعا خوبیه. چی داری؟ یه امپایر رو بچسب. تو هم برو بیرو عزیزم. سوار نظام گاد ترست و هست دیگه. زندان نشان بده. واره بنره دیگه. این دفعه تو بیا بگیر، تو بیا بگیر. بن حاجی بعد شد شمشیرم رو انداختم، نمیدونم چرا. شمشیر دراب شد برم شیلدا ول کرد بازی برم. تو دانجنشه ها. نه این رازه طلای نگاه کن. بعد کسی نیست. دمیج بادی و اینفیتری کلیوه مونده وارسی دست بالا بیشتر به دردم میخوره. دیلی چی پایینی بهتره برا من؟ این هم بهتره برا من. خواستم اونده بریم. ویت میکنیم صبر. آجی بینم استورجیو یه کسل اینجا زد. این کسل هم داره میزنه باتانیا. بعد آسرایی چه کار خواست نکرد نیدم. کسل دوباره سیفش داد دوباره. دیکیسی سقط شد بنف شد باخت. یه کدوم کسلم تانیا داره همه جوره میخوره با تانیا. خبری از صلح نیست ها. نه صلح هم نمیخوام بکنم، علاقه به صلح هم ندارم. علاقه هم به صلح ندارم ماشاءالله. زدید؟ نه نزدن کسل بالا رو. چقدر منو غذایی داریم. اصلا تو رو ببینم هم شمشیر. بریم. از این اذیت میکنم. بریم. حالا دیگه زیاد کم شد. نه خوبه. ما که مزدوریم بهمون هیچی نمیرسه. مزدوری ما فقط مزدوریش به ما میرسه، مزد دورش. آجی قوای کمکیه؟ آره قوای کمکی. قوای کمک. آجی بریم این جنگ قبل که چی آیدمون نشد مردیم خدا کی بد شد. بچه ها لولمون که بیاد بالا، حالا از مزدوری در بیایم میتونیم پیاده نظامم رهبری کنیم. فعلا به اندازه مزدور بهمون نگاه میکنن و خیلی سربازای کمی در اختیار میذارن. اونم چون فرمانده موجود نیست.
حاجی موز دورا گذاشتم برای پیاده نظام، بعد من نذاشتم. حاجی ما میریم خودمون به تنهایی. چند به چندی 500 به 122 1 به 5. بله منطقی از گیم های خارجی منتظر لورد، گیم های خارجی. حاجی اینجا F میزنیم، نیزه رو در میاریم، بیشور داره کیلم میده، یه دونه پرت میکنیم دمیج میدیم، میزنیم نمیخوره، دوباره میزنیم میخوره، نخور. چی کشتنمون، شهیدمون کردن. اینا رو میدیم بالا که سرباز رو نزد زودتر بیان. آجی بیاید خدا وکیلی. آجی بیل بیلکشون رو انداختن. بیلکه ایور افتاد. آجی برید دیگه خدا وکیلی. آجی من زرم. آجی شمشیر کو دوباره. آجی شیلد کو. آجی شمشیر و شیلدم کو. آخ مور. آجی شمشیرم چی میشه؟ آجی خدا یکی به من بگه شمشیرم برای چی بایک میشه؟ شمشیرم برای چی بایک میشه؟ منم شمشیر دستمه بایک میشه. با اینکه دستمه بایکه. خیلی عجیب است. It's my passion. این کسل هم زدیم. باتانیا این کسل رو پس کرد ولی این کسل رو واگذار کرد. حاجی کدومه خدایی چیز طلایی دارید؟ نمیتونم. تو پارت که طلایی نیست. حاجی خدایی باتانیا سوراخ شد. علاقه به صلح نداره. نه هنوز نه. حاجی اسپیدمون تو جنگل بیشتر باشه چون اسم بازی من پاش جنگلیه. پای تختشون 700. حاجی این هم استورجی هم اومد توشون با جنگ. استورجی افت کنم بابا. آره بابا این بالندیا به استورجی سول کرد. صلح کردم. حالا فکر کنم استورجی ها بود اون شهر داره حمله میکنه. استورجی ها پاش به اینجا. ای وایسا آقا وایسا. استورجی ها پاش به اینجا واسه بدبختی. والاندی هم داره قدرت نمایی میکنه اینجا. آقا بنه لورد. بله من درست. بعدم داره قدرت نمایی میکنه. چقدر سرباز اینجاست؟ 56 به 50 زیاده. 50 پیش 37 بریم. اگه والاندیا باید جبهه غربی شد کلیم بگیره، سورجیو هم ایور رو کلیم میگیره. باتانیا فقط سمت شمال باقی بمونه اینجوری. شماله و یه مقداری هم جنوب. آجی نادیا پیاده نظام وای میسی؟ نه برادر تو رازده سوان پیاده نظام شد. تو همون کمان داره وایستا تعدادشون زیادتره.
آجی اینجا باشت سامان نظام این قسمت کمون داره این قسمت بریم بنر ها رو شاید حاجی خدایی بنر را دادید به سوار نظام خدای بنر را دادید به سوار نظام ناقص ها یک کم منطقه کم داره خدایی 3 روز بعد 3 سال بعد حاجی کوه هاشم سیف نه حاجی بیاید دیگه خدا وکیل سلمون سر بله داشتن خیلی نزدیک شدن داشتمون بیاید دنبال من بیاید از پشت میخوایم سامان نظام خف کنیم بیاید پیاده نظام بیاید پیاده نظام شما بیاد به این سمت آره داره میاد پیاده نظام داره میاد به این سمت حالا ما بریم در فقط سعی گم کردن پیاده نظام بود همین آجی حمله کن اتک بدی ای خورد تو شیلدت ناقص آجی عقب نشینی بدید بیاید تا سوار نظام پیاده نظامم بیاد حالا اتک بدید آجی شیلد دا بسکن یه دونه ناو بزنم بهت سلطان جبلینه ایران اینجا آجی مرد من 3 ساعت دارم میزه یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چقدر کمون دور یه دونه پیاده نظام مستقد شد یه لیول آپ بشید خدا بکی تو این جنگ ها دایی لیول آپ بشید چقدر غذا دارم بود جیار میرم 661 آجی علامه پوله بیشتر میموده ها آره آجی دوتا کمان داره استخدام میکنن دوتا هم پیاده نظامش تیر 2 نشدیم نه نشدیم پولمون ولی زیاد شد سرنجشون رو خوابوندیم پولمون نداد حاجی استورجی یا داره میزنه جا تک بدیم به اینا بود چمون لاغم منفی نشه مثبت بشه الان منفی 233 که داریم در روز میدیم حاجی شب است حاجی این دفعه اتک ولی سمازم فالو میه خوبه اکثرشون لجند این پایرن سربازای مکس هم حاجی چرا منو میزنید خدا وکیلی حاجی چی شد؟
دیگه بزنی دیگه خدا. آجی بذار من بزنم. من میخوام آجی بد شاید چی شد؟ کی زنده است؟ اون ببخش شما اتک بزن. آجی چند ثانیه طول کشید خدایی؟ 1 دقیقه. 1 دقیقه کلن طول کشید. کلن 1 دقیقه. سید منطقیه. 10 تا نفوذ داریم. یکی از راه‌های جمع نفوذ اینه که به روستا حمله کنید و نفوذ نسبتا خوبی هم از اونجا بتونید تامین کنید برای خود. آجی الان پول خوبی میدن. آجی پول خوبی به میدن. 600 تا به میدن. سوار نظامم که اینجا نداره. سمت پایین میریم ببینیم داره یا نه. آجی یه 4 تا سوار نظام داره بده من. شما 2 تا برید بیرون. شما 2 تا هم برید بیرون. آره درست شد. بریم این شهره. بریم چی داره برام. آجی این کستلش هم دارم میزنه. باتانی همینجوری داره میخوره. علاقه به صلح داره پیدا میکنه. همزمان داره با 3 تا فکشه میجنگ. سولجر دارن شهر رو میزنن. ما کستل این هم کسته. چخ 2 تا آرمی همون تو جنوبشون دارن میزنند. خدای من جا باتانیا بودم همون روزه و شول میکرد. شما هم تو کامنت تا بگید چند روزه به نظر باتانیا با این وضع سقوط میکنه. باشه اینا رو نگه دار به دردم میخوره. از باشم نگه دار. فلگو بده بره. شیپارم بده بره. وودا نه. وودا به دردم میخوره. اینا رو بده بره. بده بره. فیش اینو داره خالی کنیم. ترسمیت چیز زوب کنیم. یه فناوری به دست بیاریم. کسی اینجا هست برای خریدن؟ نه. زندانیا رو بده بره. پول خوبی نسبتا دست و پا کردیم خدایی. چه یکی از آرمی همون سقوط کرد. یکی از آرمی همون پوک گفت گروپ. آجی ما هم میام کمک ریت میکنیم. آجی کمک کردیم خدافظ. آجی دارن هفتشون میخوابونن. آجی نمیشه دیگه. از ارتشامون هم اینجا خوردن. آجی 60 تا کلم زمان. آره تیرم هم 2-1 هنوز. آجی بریم حمله کنیم. به هر حال یه اتکه با اینکه اونم اومد کمکمون. حال وقتی آدم با باتانیا جنگ داره دیگه اونم الایس حساب میشن. اگه خود بنین لورد هم حالت الایس داشت واقعا جنگ رو قشنگتر میکرد و تعداد چیه پای جنگ زیاد. از ارتشا اون داره تنظیم میکنه. وضعیت شد. آجی بریم یکی از سوان نظامشان قتل هم کنیم. سوان نظامش از
لسه بکنم توپ جنگی. ای اسبشو زدم. آجی 3 پر میزنید. بیا جلو دادا. 2 به 1 دره دو میارم. 2 به 1 در میارم. جرأت داری بیا جلو. آجی بزنید خدا که. آجی یکی زدم کیل دارم. آجی بیاید عقب بیاید عقب. آقا اینو سوا نظام. آن سوا نظام من نیست. آجی یکی دیگه جبل ناخورد بشه. سوا نظام خودتون اتک بدید. خودتون دیگه اتک بدید. آجی بذار بزنمش دیگه. بزنید. آجی چقدر دمیج. آجی نزاد یه نفرشون فرار کن. خدایا چند وقت آدم یه باز انجام نده یادش میده. امیر آجی یه دستی برسونید بد نیست. خدای کی دستی هم برسونید دوستان عزیز بد نیست. حالا همه رو اون موقع که نباید بیاید کمک نباید الان. چند تا دیگه ازشون مونده. آجی اینم رفت درک و تمام. طرف 28 تا کش دید ما یه دونه کش در نداد. خوبه زندانیشو بده. لول اپاشم بده. لوتای خوبشم بده به ما. چقدر الان پول بهمون میدن. خدایی زدیم استرنجشون رو خوابوندیم. بالی نبردی کردیم. من اومد حاجی ما خداحافظی کردیم. خداحافظ شد. جویند آرمی آره. 2 تا کشته داریم. کیا بودن رو نمیدونم خدایالا. نه فکر کنم پیاده نظام کشته. جی همه جوره دارم کمکش میکنم. آجی تلک میخوام تلک کنم بیشورا حرف رام نمیدم. آجی نشونه دو میدم یه روز خودم تک تک دونه ادام میکنم. خب اینم حرفمون با کینگشون. الان 6 تاشو گرفتیم. با کی دیگه مونده مگه؟ اوه نمونده. خوبه با 2 تا از کنم دیگه والاندی تموم شد. 3 تاشون رو 7 زدیم. آجی یک حق زیبایی میخوام بزنم ببینم کار میده یا نه. ای تو روز سول کرد. لعنته که آجی واقعا یعنی نه ها. آجی اگه اینجوری که ما رفتیم یه جنگی ندارید آقا ما لیف میدیم. سخنی چیزی ندارن لیف بدیم. سودی برامون نداره موندن. آجی نگیره پارم کنه همین خوب است. آجی کسی از شما اینجا نیست. چرا اینجاست؟ مثل قبلش لیف کینگ دامو بزنم.
You can't. Yours is not a face I know. خیلی ممنون هستم. آجا منفی با من تو. آجا پول کمی میدید خدایی. پول کمی میدید خدایی. که ما برای پول نمی جنگیم، ما برای ایکس پیش می جنگیم. ایکس پی تیر دوش بجنگیم. آجا والاندی هم خوبه. بعد بتونم مثلا این شهر رو از نه این شهرم از کی بهش اینا بزنم یا مثلا اینا بیام حاجی این مپ چه خبره؟ حاجی این ور مپ چه خبره؟ کی به من توضیح بده. 3 تا کستل رومی، 3 تا 4 تا کستل رومی، 2 تا. حاجی کوزه تو خیلی قدرت دارن. وقت اینا کی داره میزنه؟ رومی شرقی. سید منطقی، سید عالی، دمتون گرم. آقا اتک میدیم. ایکس بی مهمترین چیزه. در لاغا تیر 2 بشی. ازدواج کردیم، تیر 2 شدیم. پیشرفت ضعیفی داشتیم. خدایی نسبت بیم بگیریم کم پیشرفت کردیم. جنگ کمی نسبتا داریم تو پارتامون. خب منتظر برای کمش جنگ نیست. بعد وقتی شام میشه بعد 300 نه خورده ای. آجی شما همینجوری با آره هم رنگ جماعت بشید. آجی اینجا را صدا را دیدین صدا گذاشتم با حاله. آجی شمشیره انداختم. برو من شمشیره ور دارم. آجی شمشیرم کو. آجی بیاید داشا. آجی شیلدا کجا انداختم؟ آجی شیلدا کجا انداختم خدا؟ آجی عجب نشده هدف بیمیر. آجی ما رفتیم خدا بر. آجی بذار برم. آقا ما رفتیم خدا بر. آقا ولم کن. آقا ول کن. آقا بکش بیرونم ما خدا. آجی خدای کلش نامد مال من بود. آجی تو هندشه. آجی بعد تو هند خیلی دمیج بود. مردم. مرد. آجی واقعا زرهمون ضعیفه. یه تو هم داشتم همه رو جر میدادم. آجی چه با حالی اینا اینجوری مردم. اکثرا تو کستل باتانیایی یه دژ خراب شده است که با لجم پوچیده شد. نگاه کنید. خب آقایون قشنگ، آقایون دلباز، اینجا نمیتونست بیاید بالا. این به کنار. دیواره اینجا خرابه. خب از این بیاید بالا. خب اینم به چیز حساب بکنیم.
از پشت اینجا بیاید. حاجی خدای اینا الان باید چی گذاشت؟ حاجی 5 تا کشته دادم من. سوار نظام بده من جایگزین کنم. حاجی زندانیه بر اساس تای بیار ببینم برا من. خب زندانی خوب زندان کنیم. زندانی خوب زندان کن. حاجی باید تیر 2 شده باشیم. حاجی باید تیر 2 شده باشیم خدایی. مورلیتشمون هم شده 70 تقریبا. حاجی نشدیم مونده. حاجی ما به شما میپیوندیم. حاجی نمیدونم ولی به نظر میگم دلم میگه میان این شهر رو میزنه. من میگم میان این شهر رو میزنه. کستری در شمال. چه قشنگ کستری در شمال. قشنگه. سکوت. حاجی ارتشمون رو چرا احساس میکنم دارن نه داره اتک میده. این شهر تونستن ازش دفاع کنن. حاجی 2 تا آرمی داره میاد سمتم. حاجی این آرمی الان خف میکنه این نفر. الان میاد خفتش میکنه. خب چرا وقتی نمیتونی یک کسل بزنی حمله میکنه خدا؟ چرا لنگ نیرو کمکی حمله میکنه خدای؟ چرا؟ تیر 2 هنو نشدیم. بله این اینه از زمون هم خف کردن. 3 تا کسل باتانیا زدیم در جنگ اول. نادیا نه حاجی کسل میخوام بزنم. خب تو که ارتش داری خدای بیا شهر رو بزن خدای دیگه. حالا تو تمام کستلا هم نزنم آروم نمینش. تا کستلا نگیریم آروم نمینش. حاجی من ترجیح میدم برای نفوذ بیام حمله کنم. حاجی این کستلا دارم میزن اینجا جنگ خوبیه. اینجا جنگ خوبیه بودویم بریم. اینجا جنگ خوبی قرار اتفاق بیفته بریم که اونجا کمک کنم. آره جنگه. او بپر توش. چی ظرفی از اون پره. حاجی نشدیم 3 تا دیگه مونده. حاجی من به این حمله میکنم همینجوری. تیک اتک. چی؟ این بدون سرباز روستاییش 60 تا سرباز داره. منطقی دایی منطقیه. 60 تا سرباز منطقی. حاجی این که دارم اینم که تو شب حمله کردیم منطقی تره. این که تو شب حمله کردیم منطقی ترم حد جخ. چیزی میبینید شما سوار نظام عزیز؟ مای لیدی کجای تو؟ شما گله الان زنه دیگه این کاراکتر است. یه پیاده نظامش داره میاد. مالی هست. آجی برید از تکوید بش. سوار نظام دیده شدن بیریزی تو دلش. یا حسین آجی من چیز میزنم جبلی. آجی جبلیم بخور قصه نخور.
آجی رنده کنید رنده آجی رنده کن آجی چه رنده شدن واقعا آجی یکی هم ما بکشیم خدا کشتیم ولی چه سری رنده کردیم اومدیم جلو اینو بده بیشتر بدردم تو از این همه لوسا بزنم بمونه آجی تیر 2 شده میگه انشالله ها آجی نزدیک شهر شهر همین شهر اینه تیر 2 شدیم پایی کمون دار بهم بده مقداری کماندار خوبه بریم دیگه چی 7 سرباز لامر هرچی بوده خورد تا استوار نظام به من بده اینجا چیا داره کراس با بیشتر داره اینجا آره هیچی نداره آجی ای حالت چوب خیز دوتا کمون داشته بده کراس باشا هرچی هم داره بده من تشی بزرگتر نوینتر رخت رو کلن بده بره پرچه من بده بره نه بده بره نه اینا به درد میخوام چه خدا چیز سنگی خیلی نمیدونم دیگه داشته باشیم شمشیراشم داری ویت میدیم بیسی تو اینجا هست برای چیز تاجره بیشتر تاجره بیا بابا یک کاروانم را میندازیم بزنم تلکن پرابلم ساری پرابلم نمیخوام ویزیت زدم دستم خود رو ویزیت حالا 3 ساعت میخواد اون چیزا جنریت کنه آره نه توروبسه بیشتر آره کار بده نگاه کن نادیا و فون و اونم که نیست اینه آره احتمالا باید همین باشه آجه اون دم همون باشه اشتباه نداده باشم سوارم زمینم آره درست دادم میشه خوشم مقدار جمع بیلیم پارتی آره اینه سوار نظامم همش هست جالبه شمشیرایی لیول آپ کن که بهمون لوت بدار مثل این دیگه حاجی 5 تا استیل میده خوبه تا استیل طلایی به درد میخوره خیلی لوت خوبی داره استیل میده 31 شدیم بقیه را بده بره شیلد کماینم بده بره دیگه چی نداریم ولی گوشت و چیزه خر رو این بده با چیز که نه بیشتر بشه باشی سری من بریم اینجا سری 75 سرباز داریم دیگه
خب بعدم باید تو سر ما بیشتر کنم. پارتیم به 80 دفتر میرسه. آجی دوتا از کسل اونو دارن میزنن. ولی داشتم میرفتم ندارم. ای پادشاه چه میکنی؟ پادشاه بزن دیگه. ای پادشاه ما میخوایم لردت بشویم. Take the leader. My lord. اشتباه خدایا دوباره. Take the leader. This. Would like. میخوام با اون لورد خدمت کنم. بله قسم میخورم. 6 تا سوار نظام خوباشو بهم داد. عالیه. حاجی تو هند که میخواستم و داد. تو هندی که میخواستم و داد بهم. لورد شدم. Thank you my lord. لورد شدیم. حاجی فکر کنم اینجا رو به من بدن. نمیدونم. استم میگه اینجا رو به من میدن. دقیقا پاچم کرد. دقیقا این کسی رو دادم بهم. نظامیاناش خوبه. دانجن کیو داره؟ دانجنشو بده به من. زم کف دست این بهم نفوذ بده. جنازه فکشنشو شدیم. خیلی نمیخوام قدرت بهشون بدم چون اگه بدم چه کلا اینقدر نفوذ. کلا 5 تا زیبا بود. واقعا زیبا بود. حاجی نزدیکم کیه؟ حاجی سریعت و 12 ساعت بود و بیا. حاجی کجای تو؟ 4 ساعت 3 ساعت توی بیا. 6 تا سواز کن. حاجی اینو سر خفتش کنیم با ما خواهین جنگ. عزیزم شل کن. شل کن که میخوام به عنوان جنگ آخر پارت کنم. عزیزم شل کن عزیزم دل منو بردی. شل کن عزیزم دل من. خب حاجی خیلی سوار نظام داریم. متراکم تر وایسید. حاجی احتمالاً سوار نظامش 2 جبهه باشه. تو میتونی تو نمیتونی ها. سوار نظام اینجا باشه. حاجی اینا میخوان سری دست برداره بگیرن. حاجی تو هندو برم. تو هندشو برم. بزنیم یه ترای بزنیم با تو هند که کینگ بهمون داده. حاجی اینا دارن عقب نشینی میگه. نمیدونم چرا. حاجی میخوام مزیت کمون داره استفاده کنم. عطسشو میزدم. میخوام تا میتونم هر ما رو بکشن عقب. ایتا که برای زمانه که ارتشی گنده باشه. تا که میخواد از ارتفاع بود. ای نذاشتی ها. نگاه کن نذاشتی. یا ایتان جور. ای لعنتی. آجی اونا دارن به ما راش میدن.
آجی اون آدم به ما راش میده. عزیزم بیا، عزیزم بیا. ای تو روت برنسارت. یه دور میگیریم و میریم. تا ارتش برسم 3 سال طول میکشه. حاجی تا این ارتشم که برسه 500 روز. حاجی بیا، حاجی بیا 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 عزیزم بیا. عزیز بیا، عزیز بیا، عزیز بیا. خدا لعنتتون کنه. خدا ذلیله. حاجی عزیزم بیا بیا. یا ای تو رو. حاجی بزنید. سوار نظام. چارج اتک. ای لعنت. طرف پیاده باشه دمیجش 100 پله بیشتره. حاجی بیا تو دامه. حاجی شل کن لذتو لعنت نمیذاری ها. نگاه کن داره اذیت میکنه. حاجی کجاست؟ کجاش؟ بمیر ببینم. ای فرار کرد. حاجی کشته تا الان ندادم. نکته جال قابل توجه شیم. پیاده نظامم رنده شد. پیاده نظامش رنده شد. سربازاشو برن. برن. آجی آخرش مال من. آخرش مال من. آخرش مال من. مال مش. پیروزی. 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 بدون تلفات. اینش قشنگه. اینش قشنگه بدون ذره تلف. آجی عجب چیزایی. چه عجب چیزایی. عجب چیزی. تحت نفوذ. خوبه ما هم یه خودچی ارتش میتونیم خورده ارتشاشو جمع کنیم. خب بچه همتون گرم این پارتو دیدید. واقعا کار بزرگی تو این پارت کردیم. بذار اسکیلمو بزنم در روز یه نفوذ بیشتر بهم بده. تونستیم یه دونه یه دونه ترید آرمی زدیم، یه دونه کاروان زدیم، ازدواج کردیم. بله ازدواج کردیم و عضو خاندان ایشون شدیم. از خاندان بسیار زیبای اسپالاندیا شدیم و کارهای بزرگی کردیم. دمتون گرم. لایک یادتون نره. دوباره میگم لایک یادتون نره. دمتون گرم. عشقید. تا یه ویدیو دیگه از این سرزمین پهناور و زیبا. خداحافظ.